من منطق من برای ساختن بمب ایران خب یه مقدار منطق داخلیه، منطق ملیه. منطق ملی به معنای یک ایران قدرتمند و اینکه یک ایران قدرتمند، نه فقط یک ایران قدرتمند. تاریخ هم بهتون نشون میده عزیزان من که کشورهایی که قدرت نساختن نتونستن توسعه پیدا کنن. کشورهایی که قدرت نساختن نتونستن دموکراتیک بشن. تمام کشورهایی که توسعه پیدا کردن، دموکراتیک شدن، بدون استثنا غیر از یکی دو تا که تازه از راه رسیدن، جز پیشرفته ترین و دموکرات ترین کشورهای دنیا هستن. همینجور دارن میرن جلو. چین، هندشه، روسیه است، امریکا است، اروپا است، فرانسه و آل جای دیگه. یعنی واقعا بوم یک نیرو ایجاد میکنه که برای توسعه ملی هم بسیار مهمه. ولی خب حالا یه عده‌ای هم میان میگن که آقای دکتر اگه ایران به طرف بمب بسازه امریکا میزندش، اسرائیل میزندش. من صادقانه مطمئن نیستم این حرف درسته، برای که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها و اسرائیلی‌ها میشینن فکر میکنن که اصلا ایرانی که بمب نداره براش مهمه بهتره یا ایرانی که بمب داره. واقعا من اعتقاد دارم که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها بیشتر به طرف بمب فکر میکنن. کنت والزمن، بزرگترین تئوریسین نظریه پرداز روابط بین الملل، میرشایمر، همه اینا همینجور که من دارم الان فکر میکنن اینا اعتقاد دارن بمب ایران ثبات دهنده است، ایجاد ثبات و صلح میکنه. ولی خب در همین حال هم خب ترس هست دیگه. یه عده میگن آقا این حکومت دیوونه است، یه عده میگن اینا آخوندن، یه عده میگن هزار یه دلیل میارن که نذارن این اتفاق بیفته، که من خب بخشی از این دلیلاشم قبول دارم. ولی اعتقاد دارم در همین حال که تصادفاً اگر ایران به طرف بمب سازی بره نظامش هم در داخل مسئول پذیرتر خواهد شد. یعنی مسئولیت پذیری نظام هایی که بمب میسازند 10 برابر بیشتر میشه، برای اینکه یه چیزی دارن که میتونه هر آن داغونشون کنه، از بینشون ببره. شوخی نداریم اونجا. تو دیگه اونجا بحث احساس و قرآن و نماز و دعا نیست، بحث بمبه. من اعتقاد دارم جمهوری اسلامی یک کشور سویسایدال، خودکشی کننده نیست. اگر بتونه بسازه مشکلی نخواهد داشت. ولی خب مشکل ما الان خود جمهوری اسلامیه، خود این حکومته که جلوی بمب خودش وایساده. اگه شما فکر میکنید امریکاست که جلوی بمب ایران رو گرفته یا اسرائیل، نه، اشتباه میکنید. اونی که جلوی بمب ایران قرار داره خود آقای خامنه ایه. میگه نه نمیخوام، حالا میگه نه حرامه، نه از این حرفا دیگه. درست مثل که 200 میلیون پاکستانی کافر باشن، چه حرامه، یا خب از این حرفا. بفهم. بله، عرض کنم که اولا ببین بمب همون که از روز دفعه اما اولم عرض کردم ربط زیادی با منچه که در داخل اتفاق میفته یا خواهد افتاد نداره. کشورهایی رو که بمب داشتن رو میدونیم سرنگون شدن، مثل شوروی. کشورهایی هم که بمب نداشتن هم سرنگون شدن و برعکسش هم هست. یعنی هیچ ربطی بین بمب و ماندگاری یه نظام وجود نداره که بمب‌ها رو نظام‌ها برای ماندگاری خودشون نمیتونن. فقط در یک حالت میتونه این بحث به اصطلاح چیز بشه، به اصطلاح نقد برش وارد باشه. اونی که مثلا براندازی اعتقاد داشته باشه امریکا بره ایران رو بزنه بگیره، مثل عراق بکنه، یه همچه حالتی. آره، اگه عراق بمب داشت امریکا بهش حمله نمیکرد، اگر لیبی بمب داشت امریکا بهش حمله نمیکرد، قبوله. ولی اگه شما طرز فکرتون براندازی در اون چارچوب نیست دیگه، اون وقت
مسئله بمب داشتن یک کشور یا نداشتنش عملا منتفیه. ببین بمب رو نمی سازن که توسعه ایجاد کنن. بمب به هر حال یک تکنولوژیه که یه سرش میره به طرف اسلحه سازی، یه سرش هم میره توی پزشکی، کشاورزی و خیلی چیزای دیگه، داروسازی و غیره و اینا. یعنی خب این انرژی هسته‌ای به اصطلاح کاربردهای بسیار بسیار وسیع علمی داره در زندگی انسان ها. تو یکی از اون کاربردهاش خب همین بمبسازیه. در مورد ایران خب من الان دارم فکرم رو گذاشتم روی همین جریان به اصطلاح اسلحه سازی، خیلی هم دارم عملی بهش فکر میکنم. ببینید سعید جان، ببین ایران ما امروز در یه وضعیتیه که بسیار بی‌ثبات و ناپایداره و من اعتقاد دارم ایران اگر بمب نسازه دیر یا زود بین ایران و اسرائیل یک جنگ اتفاق میفته. درست برعکس اونایی که میگن اگر ایران بمب بسازه اسرائیل بهش حمله میکنه. من فکر میکنم ایران اگه بمب نسازه و در همین وضعیتی که الان هست همینجور ادامه بده احتمال یک جنگ خیلی بیشتره. شما تو تاریخ 40 ساله هم که نگاه کنی، این تحول 40 ساله رابطه ایران و اسرائیل هم که نگاه کنی کاملا اینو میبینی که در این 40 سال گذشته رابطه هرچی بیشتر به سوی تنش بیشتر و نزدیکی به جنگ رفته و عملا جنگ اتفاق افتاده. رابطه ایران و اسرائیل این نبود 20 سال پیش، 15 سال پیش یا 10 سال پیش. حتی یک دنیا عوض شده. این رابطه هرچی بیشتر و بیشتر نظامی شده. خب چرا این رابطه هرچی بیشتر به طرف نظامیگری رفته؟ چرا هرچی بیشتر به طرف جنگ و دعوا رفته؟ برای اینکه عرض کردم اسرائیلی ها احساسشون اینه که این حکومت در ایران ذلیله، قدرت جواب نداره، پاسخ نداره و خب دعوا هم حلوا پخش نمیکنن. یه حکومتی هم که زبون درازی داره میخواد اسرائیل رو نابود کنه، اسرائیل میگه خب حالا تو زبونن من نابود کن، من با موشک این کارو میکنم. بنابراین میخوام بگم که نساختن بمب، ما که تا الان نساختیم، که نساختن بمب تا الان به نظر من چاره‌ای نداشت، چاره‌ای نبوده. ای کاش اگه من یه تمایلاتی رو میدیدم که مثلا در این 15 سال 20 سال گذشته که ایران هرچی کمتر به طرف بمبسازی رفته به همون اندازه بیشتر محیط اطرافش و روابطش به طرف صلح رفته، بنده میگفتم 100% بمب نسازیم. من درست عکسشو میبینم. من دارم میبینم که هرچی ایران به اصطلاح دور میشه از بمب سازی، هرچی ایران کمتر جیغ و داد میکنه، هرچی ایران بیشتر شاخشونه به خرج میکشه، این جریان عمده تر میشه. یعنی یه چیزی اونجا هست که یک طرفش خب ممکنه جمهوری اسلامی باشه ولی طرف دیگرش جمهوری اسلامی نیست. یک جریان وسیع‌تری اونجا هست که داره رابطه ایران و اسرائیل، ایران و امریکا و جریان‌های دیگر رو تعیین میکنه. دنیای امروزمون عزیزان من دنیای بسیار خطرناکی شده. من گاهن مرتب میشنوم آقای ترامپ هر از چنگای صحبت از جنگ جهانی سوم میکنه. من فکر میکنم ایشون ممکنه آدم کله خری باشه ولی بعضی موقع حرفای جالبی داره بزنه. من فکر کنم باید جدیش گرفت. واقعیت اینه که ما داریم به اون سو میریم. ما توی اروپا و اوکراین و روسیه، در خاورمیانه، در تایوان و همه جا ما این حداقل همین 3 نقطه بحران به اندازه کافی بحران هستن توش که ما رو دوچار این دردسر بکنن. حداقل یک جنگ قاره‌ای در خاورمیانه و اروپا
احتمالش خیلی خیلی زیاد شده و من واقعا راستش نمیدونم ایران میخواد در اون موضع چه کار بکنه. در جنگ جهانی اول دوم ما خودمون رو بیطرف کردیم، نه بمب داشتیم نه هیچی، هرچی هم گفتن گفتیم به چشم، ولی در دوتا جنگ با هم چیزی در حدود 8 میلیون ایرانی از دست دادیم، یا کشته شدن یا تو قحطی از بین رفتن، گرسنگی یا تو بیماری ها. من میتونم ببینم که در یک جنگ دیگری اگر ایران بازم در همون وضعیتی باشه که قبلا بود، این اتفاق براش بیفته. این دفعه به نظر من رقم بله. خیلی بیشتر از این خواهد بود، هیچ خب شک توش ندارم. آقای دکتر ببینین، اه، جنگ قطعی است. این تقریبا حرف اکثر تحلیلگرانیه که من تا حالا تو حوزه‌های اسرائیل و اینجور کار میکنن، که جنگ ایران با اسرائیل قطعیه. این هر روز هم داره به سمتش میریم، یه ظاهرا یه ضرورتایی هم داره پیدا میکنه. از اینجا بریم تو قسمت دوم بحث هستی که بعد وارد گذار از جمهوری اسلامی بشیم. خیلی خوب، شما به اندازه خیلی خیلی بیشتر از روزی که من حتی قبلا هم شنیده بودم استدلال کردین روی ضرورت داشتن بمب. بریم سراغ هزینه هاش. ببینید افرادی مثل آقای نامور که مخالفن، یه موقعی تو اتاق حرف میزنن، میگن که هزینه ساخت بمب خیلی بالاست، وگرنه اگر بمب رو ساختی که دیگه عیناً مثل شما فکر میکنن. یعنی میگن اگر ایران بمب بسازه و موفق بشه که از این مرحله عبور کنه، دیگه در نتایج داشتن بمب همه اینایی که شما الان به ما گفتین رو قبول دارن. توازن برقرار میشه، اروپایی ها به نفعشونه، ایران مسئولانه برخورد میکنه در داخل، و احتمال اینکه آمریکا با چنین کشوری اساساً محترمانه تر رفتار کنه و اینا. ولی میریم سر هزینه. هزینه ساخت اینه که خب اساساً با خبر میشن و به سرعت کشور رو میبرن به سمت م- به اصطلاح پرواز ممنوع، میبرن به سمت اصلا خاموشی، تأسیسات برقی رو میزنن، تأسیسات هسته‌ای که نمیشه حمله کرد، ولی یعنی کاملا یک کشور ویران درست میکنن، از جمله خود اسرائیل. پس این یک احتمال خیلی قوی هستش که نذارن شما به اون نقطه برسی. یعنی این از نکته بعدی اینه که شما باید بمب رو تست کنی. بمب از توی مثل موشک نیست که شما اینو بیاریش بیرون رونمایی کنی بگی موشک فاتحه نمیدونم 64 یا نمیدونم خرمشهر 312 مثلا. همینجوری بمب باید تست بشه. بعد این بمب باید سوار پرتابه خودش بشه و خلاصه معمولا اینو تو اقیانوسی جایی تست میکنن. حالا ایران یه مشکلی که داره اینه که اینو باید تو خاک خودش تست کنه. کره شمالی هم معمولا پرتاب میکنه تو اقیانوس. این تسته یه چیز گنگی شده، هم مثلا وسط کویر که نمیشه تست کرد که. از نظر فنی اولا مشکل داره، دوم این که حالا این تست خودش به اونا خبر میده که ما داریم بمب میسازیم. منهای حالا اینکه آژانس نظارت داره، ایران زیر رصد ماهواره‌ای رفت و آمده، مگر اینکه حالا مثلا میگن آقا بمب خریدن، یه مثلا قسمت اصلیشو خریدن، اومده و سوار میشه و یه روز صبح رونمایی میشه، که در این صورت فقط میمونن که مثلا کره شمالی به ایران بمب بفروشه. در صورت شما روی هزینه های ساخت بمب از جمله
امکان حمله نظامی و کردن زیر ساخته ایران چقدر مخالفین یا موافقین، یا راه حلتون برای دور زدن رصد این کشور رو روی آزمایش بمب و اینا چیه؟ اینم بگین دیگه میریم تو گذار، قسمت اول تموم شد. بله، عرض شود که خب آقای نامور حقیقی مدت هاست که میگه این غنیسازی جمهوری اسلامی بدون اینکه به هیچ نتیجه هم رسیده باشه چیزی در حدود 2 میلیارد دلار هزینه داره. خب من همیشه خب مونده بودم که این رقم ها از کجا آورده که همچون رقمی وجود نداره، اصلا خیلی اصلا نه میگه تا 2 میلیارد. میگه تا اینجا 2 میلیارد دلار پروژه هسته ایران خرج برداشت. خب شود که خب آقای نامور حقیقی مدت هاست که میگه این غنیسازی جمهوری اسلامی بدون اینکه به هیچ نتیجه هم رسیده باشه چیزی در حدود 2 میلیارد دلار هزینه داره. خب من همیشه خب مونده بودم که این رقم ها از کجا آورده که همچون رقمی وجود نداره، اصلا خیلی اصلا نه میگه تا 2 میلیارد. میگه تا اینجا 2 میلیارد دلار پروژه هسته ایران خرج برداشت. خب میخوام بگم که پروژه هسته ایران به هر حال 2 میلیارد دلار، الان فرض کنیم حرفش درسته، 2 میلیارد دلار خرج برداشت. بعد میخوای با این 2 میلیارد دلار چه کار کنی؟ بندازی دور؟ نه جدی میگم. اولا سوال نه من اینه اصلاح کردن، که میگن 2 تریلیون دلار تازه اصلاح کردن، منو دو میگن گفتن تریلیونه، بله 2 تریلیونه، نه 2 2 تریلیون. بیلیون. بله 2 تریلیونه، بله. خب سوال اول اینه که این 2 تریلیون باید چیکارش کنیم؟ بنزیم دور؟ خب این یک خودش سوال دیگه، کسی جواب اینو نداره. یعنی نمیشه به این سادگی گفت تو 2 تریلیون دلار در یه جایی سرمایه گذاری کردی دیگه نشده دیگه بندازش دور، درشو ببند. بنابراین باید خود اون 2 تریلیون دلار هم اونجا هست، باید یه فکری برای اون کرد. نکته دوم، من راستش خودم تو کارهای تکنیکی بمبسازی و هزینه و اینا سررشته ندارم، رشته من اون نیست. خب اونایی که تو این کار خبره هستن میدونن یا میتونن بدونن که این چقدر هزینه داره. بنده اعتقاد دارم هزینه بمبسازی حداقل 2 تریلیون دلاری که تا الان ما خرجش کردیم نبود و نخواهد بود. یعنی هیچ کشوری رو من تو دنیا نشون ندارم که 2 تریلیون دلار خرج کرده باشه بمب ساخته باشه. اگه اینجوری باشه که اصلا شما فکر بکنید کره شمالی، تمام کره شمالی 2 تریلیون دلار نمیارزه. تو چجوری تونسته این همه خرج کنه بمب بسازه؟ من اعتقاد دارم بمب سازی اونقدر هزینه نداره که دشمنای بمبساز توضیح میدن و یا میخوان به ما بگن. اینجوری نیست. البته خودم عرض کردم نمیدونم واقعا چقدر هزینه داره، ولی رقم خیلی خیلی پایین تره. مشکل هزینه بمبسازی اون قسمت دیگره که در واقع خطرات صدماتیشه. یعنی اسرائیل حمله کنه، امریکا حمله کنه، زیر ساختای ما رو بزنه. خب اونا وجود داره، اون خطرات وجود داره و امکان اون هست که اون اتفاق بیفته. برای همینم من خودم تو طرح بمبسازی برای جمهوری اسلامی یه بخش مهمی در مورد پیش شرط های بمبسازی دارم. میگم جمهوری اسلامی نمیتونه در همین وضعیت به همین شکلی که الان هست به سوی بمبسازی بره. بحث جنگ و بحث صدمات و بحث هزینه هم نیست، اصلا نمیتونه بره. خیلی مسائل داره. مهمترین مسئلهش خب اینه که مثلا خود حکومت تا بخوایش سوراخ داره، یعنی نفوذی ها و این تمام این افرادی که اونجا همون روز اولی که جمهوری اسلامی حرکت بکنه همشون میان میگن
خب یعنی جمهوری اسلامی قبل از اینکه به طرف بمبسازی بره باید به طرف پاکسازی یک بخش عظیمی از نیروهای نظامی و غیر نظامیش بره که رخنه کردن تو سیستم. خودش یک بحث خیلی مفصلیه. یا نمیتونی شما در یه جامعه‌ای که در نیروهای امنیتی، نظامی، غیر نظامی، لشکری، کشوریش این همه نفوذی هست تو بتونی بمب بسازی. خیلی ساده نیست، غیر ممکنه تقریبا. خب اون یک خودش یک مسئله است. یعنی یک بازسازی امنیتی جمهوری اسلامی میخواد اگه میخواد به صرف بمبسازی بره. نکته دوم، امریکا با ایران دشمنه، ایران با امریکا دشمنن. در وضعیت دشمنی ایران امریکا، ایران به سادگی به سوی بمبسازی نمیتونه بره. حداقل باید یه وضعیت کاهش تنش ایجاد شده باشه. یعنی قبل از اینکه ایران اصلا به طرف بمب و اینا بره، به نظر من باید این مذاکرات مستقیمش با امریکا برای عادی کردن روابطش شروع کنه. این کار آسونی هم نیست، جمهوری اسلامی نمیخواد اینو. آقای خامنه‌ای میگه نه، من فقط موردی بحث میکنم یا مذاکره میکنم. بحث موردی هم ارزشی نداره، بحث باید جامع باشه. اون یک شرط مهمیه که باید در جمهوری اسلامی به وجود بیاد که ایران بتونه به اون سو بره. به نظر من حتی قبل از اون